حالا شده با خمیازه کشیدن کسی شما هم ناخودآگاه خمیازه بکشید؟ یا شده با دیدن گریه کسی شما هم ناخودآگاه بغض کنید؟ و یا اصلا از همه اینا بدتر شده کسی توی جمعی یه کاری بکنه، یه رفتار نامناسبی داشته باشه و شما بیشتر از خود اون فرد خجالت بکشید؟ پشت همه این اتفاقا یه کشف بزرگ مربوط به علم عصب شناسیه. من شیما هستم و تو این کانال در مورد موضوعات ساده و جذاب علمی صحبت میکنم. خیلی عجیب توی مغزمون داریم به اسم نورون‌های آینه. این نورون‌ها مثل آینه عمل می‌کنن. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما داریم می‌بینیم که یکی داره یه کاری رو انجام میده، این نورون‌ها توی مغز ما روشن میشن، انگار که خودمون داریم اون فعالیت رو انجام میدیم. حالا من یه توضیح خیلی مختصر در مورد این نورون‌ها بهتون بدم. این نورون‌ها یک نوع از عملکرد نورون‌ها هستن و یک نورون خاص و جدا و متفاوت نیستن. و به طور تخمینی حدود 1 میلیون از این نورون‌ها توی مغز ما وجود داره. بخش جذابش اینه که اصلا چی شد این نورون‌ها کشف شدن. سال 1990 یک گروهی از دانشمندای ایتالیایی داشتن روی مغز میمون‌ها تحقیق می‌کردن. موضوع خاصی هم نداشتن، صرفاً می‌خواستن ببینن با فعالیت‌های مختلف چه تغییراتی توی مغز میمون‌ها ایجاد میشه و برای این کار یه چیپ خیلی کوچیک و مخصوص توی مغز میمون‌ها کار گذاشته بودن و اونم کارکردش این مدلی بود که مثلا اگر میمون دستش رو بلند می‌کرد و یک موز برمی‌داشت، یه صدای بوق مخصوصی و از اون دستگاه خارج می‌شد. تا اینجای کار همه چیز خیلی طبیعی و طبق برنامه پیش رفته بود. تا اینکه یه روزی یکی از این محققا جلوی میمون‌ها نشسته بود توی آزمایشگاه و داشت اسنکش رو می‌خورد. وقتی که دستش رو دراز کرده بود که یک موزی رو برداره، یک اسنکی رو برداره، دید که صدای بوق مشابه با برداشتن همون موز یا اسنک از دستگاه میمون خارج شد و خب این خیلی عجیب بود. بعد چندین بار این کار تکرار شد برای اینکه مطمئن بشن که اون صدا اتفاقی نبوده و واقعا همچین اتفاقی توی مغز میافته که فقط با دیدن یک عمل یک بخشی از مغز فعال بشه که انگار شما خودتون اون کار رو انجام دادید. و خب این خیلی کشف بزرگی بود برای علم عصب شناسی و در کل برای انسان‌ها. از اون آزمایش فهمیدن که اینا نورون‌هایی نیستن که فقط با انجام دادن فعالیت خودمون فعال بشه، بلکه با دیدن رفتار دیگران و فعالیت دیگران هم این نورون‌ها فعال میشن. حالا یه سوالی پیش میاد، اونم این که چرا ما همه رفتارهایی که میبینیم رو تقلید نمی‌کنیم؟ چرا بعضی از رفتارها مثل خمیازه کشیدن رو ناخودآگاه و بدون اینکه تصمیم بگیریم خودمون تکرارش می‌کنیم؟ جوابش خیلی ساده است. ما توی مغزمون چندین لایه داریم و این نورون‌های آینه‌ای بخشی از مغز ما هستن، نه تمام مغز ما. ما یه سری لایه‌هایی داریم توی ذهنمون که مثل ترمز عمل می‌کنن. یعنی چی؟ اون بخش از مغز که مثل ترمز عمل میکنه با خودش میگه که خب ببین، آره من دارم میبینم که یکی داره خودش از پنجره میندازه پایین و نورون‌های آینه‌ای هم فعال شدن، یعنی من دارم اون ترس رو حس میکنم ولی انجامش نمیدم. چرا؟ چون پریدن از ارتفاع خطرناکه، چون پریدن از پنجره ممکنه نتیجه خطرناکی برای من داشته باشه و من انجامش نمیدم. پس چرا خمیازه کشیدن و یه سری از کارهای دیگه ناخودآگاه تکرار و کپی میشن؟ به خاطر اینه که اون کارا خطری برای مغز ندارن و اصلا خطر تلقی نمیشن، بلکه مثلا خمیازه کشیدن باعث میشه که بدن و مغز شما هوشیارتر بشه و به خاطر همینه که مغز برای همچین کاری ناخودآگاه اصلا تصمیم میگیره که انجامش بده. وقتی میبینه یکی داره خمیازه میکشه اونم خمیازه میکشه. اما برای کارهای خطرناک مغز اینطوری جواب میده که این فقط اطلاعاتیه که دریافت شده و من عملیش نمی کنم چون خطرناکه. در کل مغز ما یه سیستم تصمیم گیری داره که وقتی یک اطلاعاتی وارد میشه با خودش میگه که خب این کار الان خطرناکه یا نه، این کار الان مناسب این مکان هست یا نه، اصلا این کار رو من لزومی داره که انجامش بدم یا نه. نتیجه‌ای که میتونیم بگیریم اینه که نورون‌های آینه‌ای مثل یک فرمان دهنده نیستن، در واقع یه انگیزه دهندن فقط و دستور فرمان و بخش‌های دیگه‌ای از مغزن که اجرا میکنن. یعنی ممکنه که نورون‌های آینه‌ای روشن بشن اما بخش‌های دیگه مغز تصمیم میگیرن که آیا اون کار رو انجام بدیم یا فقط در حد اطلاعات توی مغز باقی بمونه. مغز ما پر از رازهاییه که ما خیلی هاشو نمیدونیم، ولی یکی از عجیب تریناش همین نورون‌های آینه‌ایه
که به ما نشون داده که ما فقط زندگی دیگران رو نگاه نمی کنیم، بلکه حسشون میکنیم و گاهن حتی زندگیشون میکنیم. به نظر من نورون‌های آینه‌ای فقط یک کشف علمی ساده نیستن، یه نشونه از این که ما تنها نیستیم، از این که همش ما توی ذهنمون، توی مغزمون یه چیزی هست که انگار داره دیگران رو میفهمه و درکشون میکنه. اگر شما هم توی همچین موقعیتی قرار گرفتید و یا تجربه مشابهی داشتید، ممنون میشم که توی کامنت ها برامون بنویسید و اگر به مطالب علمی مثل این علاقه دارید، ممنون میشم که سابسکرایب کنید.